سلام دوستان، به جلسه دوم آموزش روبی آن ریز 4 خوش اومدید. خب قبل از اینکه بریم ریز رو نصب کنیم باید یه سری دستورات ساده کامند لاین رو یاد بگیرید. خب آیترم رو باز میکنیم. آیترم همون کامند لاین یا ترمینال خودمونه، فقط یه نرم افزاری که محیط گرافیکی بهتری داره. خب دستور اول دستور ls-la هست. خب این دستور تو موقعیتی که هستیم همه فایل ها و پوشه ها رو به ما نشون میده. به علاوه سطح دسترسیشون که میتونیم بخونیم یا روشون بنویسیم. خب دستور بعدی pwd هست که موقعیت فعلی ما رو تو ترمینال نشون میده. خب بعد دستورات ساده دیگه هم هستش مثل rmdair و mkdair که میتونن برای ما پوش و فایل رو حذف یا بسازن. خب بریم ببینیم که روبی روی سیستم ما نصب هست یا نه. کسایی که سیستم عاملای مکینتاش رو دارن، مک میخرن، روبی به صورت دیفالت روی سیستمشون نصب هست. خب الان ورژن روبی رو چک میکنیم. روبی -v. خب روبی ما 2/2/3 پکیج 173. خب اینو من به صورت دستی خودم نصب کردم، ولی اون موقعی که لپتاپ رو گرفتم روبی 2.0.0 به صورت دیفالت خودش نصب بود. خب اما برای کسایی که میخوان ورژن روبیشون رو آپدیت کنن، میریم داخل سایت روبی، گزینه دانلود رو میزنیم، اینستالیشن. خب به سیستم عامل مورد نظرم که OS X رو انتخاب میکنیم. میگه از هوم برو استفاده کن، ولی من اینو به شما پیشنهاد نمیدم. برو یه دونه پکیج منیجره که براتون راحت این کتابخونه‌هایی که دارید آپدیت میکنه براتون. خب وارد داخل سایت برو میشیم. خب این کدو کپی میکنیم داخل ترمینال. به محض اینکه اینتر رو بزنیم شروع میکنه به دانلود کردن هوم برو. خب اینجا به ما میگه که هوم برو از قبل نصب شده. خب حالا من بهتون گفتم که هوم برو لازم نیست نصب کنم. برای چی نصب کردم؟ ممکنه بعداً پیش بیاد که ما بخوایم MySQL یا چیزای دیگر رو نصب کنیم، پوستچر، اسکیولایت و غیره. خب حالا پیشنهاد خودم برای روبی، پیشنهاد من استفاده کردن از RBM که میتونید با برو دانلودش کنید. خب کدش رو کپی میکنید، میتونید این آدرس ایوربال و بردارید و خودتون وارد سایت بشید. بازم به ما وارنینگ داد. وارنینگ ها اصلا مسئله نیست، چون به ما میگن این زبون رو قبلا نصب کردید. خب الان چک میکنیم ببینیم RBM سیستممون نصب هست یا نه. RBM-v. خب بله نصب هست. خب میریم روبی رو با RBM نصب کنیم. RBM این سال ورژن 2.2.3. خب وارد سایت روبی میشیم، میبینیم که آخرین ورژن روبی چیه که میخوایم نصب کنیم. مسلما هم 2.2.3 بود که دیدید. خب کپی میکنیم داخل آیترم و میگه که میخوای دوباره نصب کنیم. من میگم نه، چون قبلا نصب کردم. خب
حالا دستور RBM گلوبال چی هم؟ خب ما بعد از اینکه نصب کردیم بازم به صورت دیفالت داره از روبی خود سیستم عامل استفاده میکنه. برای اینکه به سیستم عامل بفهمونیم که از RBM استفاده کنه از این دستور استفاده میکنیم. خب ورژن روبی دوباره میگیریم. خب 2.2.3 میریم سراغ ویندوز. برای نصب ویندوز خیلی آسونه، به صورت وان اینستالر ویندوز. خب روبی اینستالر، گزینه دانلود رو میزنیم و ورژن مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. زیاد فرق بین 64 بیت یا 32 بیتش نیست، هر کدوم که میخواید انتخاب کنید. خب من میرم سویچ کنم روی ویندوز تا نصب روبی رو به شما آموزش بدم. خب سویچ کردیم روی ویندوز 10. میریم داخل سایت ruby-lang.org. روی دانلود روبی کلیک میکنیم. ورژنی که میخوایم انتخاب میکنیم. من روبی 2.2.3 رو دانلود کردم از قبل. بازش میکنیم، زبونمون رو انتخاب میکنیم. خب بهش اجازه میدیم تا از اکستنشن های خودش توی ویندوز استفاده کنه. خب روبی نصب شد به همین راحتی. ترمینال رو کامند لاین رو باز میکنیم. cmd روبی -v. خب روبی 2.2.3 روی ویندوز هم نصب شد. تو جلسه بعد میریم راجع به جم ها توی روبی آن ریلز صحبت میکنیم و طرز نصب ریلز داخل مکینتاش.